روزها. یعنی برگردیم به 30 سال پیش، اگر پسری نوجوان نماز مغرب تو خونه نبود همه جا دنبالش میگشتن، سر ساعت قبل از نماز مغرب باید تو خونه بود، جرئت نمیکرد تأخیر بکنه. ولی امروز زن مسلمان و دختر مجرد ساعت 12 11 شب حالا از خانه ها بیرون میان، آرایش کرده، حالا برای عروسی میرن. یعنی عروسی ها کیش به اوج خودش میرسه، تازه حالا از ساعت 11 شروع میشه، تازه همجور کم کم اوج میگیره با رفتن دخترای جوان، زنهایی که آرایش کردن تک و تنها تو خیابان‌ها، و تا ساعت به اوجش ساعت 3:30-4 همراه اذان صبح حالا به اوج میرسه. مردم چون که صبح اداره داره یا صبح کارمند یا صبح بازاره، خوابیده تو خونه، زن معلوم نیست کجاست و زنش هم تاکسی یا آژانس گرفته رفته کجا، تو سالونی که تو نمیدونم چهچکور نمیدونم تو کجاست، حداقل نیم ساعت تا اونجا فاصله داره. در صورتی که خداوند می‌فرمایند وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، مثل زنهای جاهلیت صدر اسلامی که گمراه بودن و مشرک بودن و دنبال فتنه و فساد بودن، مثل اونها نباشید. خدا بر شما منت گذاشته، شما را از گمراهی به هدایت تبدیل کرده، از بدی به خوبی منتقل کرده. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زن می‌فرمایند المرأة عورة، او کما قال صلی الله علیه و سلم، زن عورته. زن عورته. زن عورتی یعنی چی؟ زن هم خودش عورته برای خودش و هم زن عورت مردشه و عورت برادرشه و عورت پدرشه و عورت پسرشه. وقتی پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم که زن عورته، تو دوست نداری که عورتت بپوشونی؟ حالا بلند شو اینجا عورت تو مکشوف بکن. اصلا یه مردی بلند بشه اینجا با شورت نیسته، معذرت میخوام. پیامبر میگه زن عورته. اگر زن عورته، عورت انسان باید پوشش داده بشه، عورت باید پوشوند. پس وقتی تفسیر پیامبر درباره زن که زن عورته و عورت و واجبه که انسان بپوشونه، وگرنه شخصیت اجتماعی زیر سوال میره، آبرو و حیثیت موقعیت زیر سوال میره. پس چرا زن نباید پوشش داشته باشه تا عورت مردش، عورت پدرش، عورت برادرش، عورت پسرش چه حفظ بشه؟ و متاسفانه مرد آستین بلند پوشیده، شلوارش هم تا پشت پاش رو کفششه، لباسش هم چه انداخته رو شلوارش، یقش هم تا بالا بسته، اما زنش که همراهشه داره خارج میشه، همراه هم دارن میرن، اون چه؟ لباسش نازک، تنگ فشرده، یقش باز، آستینش کوتاه، چادرش نازک، همجور داره میره همراهش. عورت خودش رو پوشونده. اگر کسی هم به همسرش نگاه کرد تو خیابون عصبانی میشه، میخواد چاقو در بیاره. تو خودت همسرتو به نمایش گذاشتی، بعد میگه عملا اونو که تو کف دستت گذاشتی میگه نگاه به زنم هم بکن. اونایی که زنشون تو ماشین میذارن بوق میزنن، منظورشون چیه؟ زنها آرایش شده تو ماشین گذاشتن، گلکاری تو کل خیابان‌ها و در طول و امتداد خیابان‌ها بوق بوق بوق. چقدر جواب میاد، عروس خوشگل بود، نمیدونم فلان بود، این تاری بود. تو داری بوق میزنی که متوجه زنم هم باشید، آرایش کرده، از آرایشگاه درش آورده. اینا مسلمانن یا غیر مسلمانن؟